به نام خدا، سلام و عرض ادب. با یه قسمت دیگه از آموزش نرم افزار اورکد در خدمتتون هستیم. امروز میخوایم در رابطه با قسمت مگنتیک پارک ادیتور یا قسمت ویرایش قطعات مغناطیسی صحبت کنیم. ببینید، حالا نیاز داره این جلسه ما اول یک مروری کنیم روی مطالبی که قبلا گفتیم، برای اینکه یادآوری بشه که زمان طراحی دیگه به مشکل بر نخوریم. من اینجا یه منبع تغذیه سویچینگ دارم، یه منبع تغذیه سویچینگ ورودی از این قسمته. خب این که همون چوک EMI هست، یه فیوز همین بالا گذاشته، با اینا کاری نداریم. یه پل دیود اینجا هست، یه خازن صافی بعد از پل دیود اینجا گذاشته. این که حالا قسمت سویچینگمونه که حالا بعدا توی طراحی هم اینو خواهیم دید. چیزی که ما امروز میخوایم راجبش صحبت کنیم راجب این ترانس هست، این ترانس سویچینگ که با فرکانس بالا سویچ میکنه، آن آف میشه و مقدار ولتاژ مورد نیاز ما رو توی خروجی میسازه. ببینید، این ترانسی که اینجا هست یا اصطلاحاً حالا ترانس سویچینگ، همونطور که توی قسمت فیزیکی میبینید از چند قسمت تشکیل شده. یکی این قسمت پلاستیکی هست. قسمت پلاستیکی رو نگاه کنید. این قسمت پلاستیکی هست که بهش میگن بوبین، که اون سیم پیچ ترانس شما روی این قسمت پلاستیکی قرار میگیره، زیر این نوار زرد رنگی که اینجا بسته شده. اینجا ما بوبین رو داریم، زیر این نوار زرد رنگ سیم پیچ ترانس ما هست و این قسمتی که حالا مستطیلی و این نوار زرد روش قرار داره در واقع هسته ترانس ما هست که حالا اینجا از جنس مواد فرومغناطیسه. ریز و جزئیاتش رو توی پارت دوم گفتیم خدمتتون. اینجا فقط حالا نیاز بود یه مروری بکنیم. ببینید همین شکلی که اینجا من دارم هم در واقع باز شده این ترانس هست. یه هسته فرومغناطیس حالا ای شکل اینجا ما داریم. این بوبین ما هست، قسمت پلاستیکی ما هست. روی این بوبین سیمپیچ های اولیه و ثانویه بسته میشه و دقیقاً یک ترانس ای شکل، یک هسته ای شکل دیگه این طرف وجود داره. به این هسته ها اصطلاحاً میگن کور. پس یک کور ای اینجا داریم، یک کور ای اینجا داریم. این دوتا با هم تشکیل اون هسته فرومغناطیس ترانس رو میده که اصطلاحاً به اینا میگن ای، یعنی دوتا ای شکل رو هم قرار میگیرن. این قسمت پلاستیکی هم که این سیمپیچ روش قرار میگیره بوبین ما هست و این هم که حالا سیمپیچ های ما هست که میاد و از طریق این پایه ها و پین هایی که روی بوبین قرار داره در اختیار برد ما قرار میگیره. الان اگر حالا معلوم باشه، خیلی متاسفانه مشخص نیست. این پایه ها که اینجا لحیم شده در واقع همین پایه های این بوبین هست. خب، با این توضیح اولیه بریم سراغ نرم افزار اورکد. خب، توی قسمت استارت ویندوز میتونید تایپ کنید مگنتیک پارت ادیتور. من چون باش کار کردم اینجا هست، ولی اینجا هم میتونید تایپ کنید دیگه. مگنتیک پارت ادیتور میاد. این رو اوپن میکنیم و قسمت طراحی هسته های مغناطیسی و کلا ترانس ها، سلف ها باز میشه. وارد منوی فایل میشیم، گزینه نیو رو میزنیم. ببینید اینجا برای ما استپ نشون میده که چجوری ما باید یک حالا قطعه مغناطیسی رو طراحی کنیم. قطعاتی که شما اینجا میتونید طراحی کنید لیست شده. ترانس های قدرت هستن، ترانس هایی هستن که توی مدارات سویچینگ یا حالا اصطلاحاً SMPS ها استفاده میشن. توپولوژی های مختلفی دارن، شاید 10-15 تا توپولوژی مختلف دارن. نرم افزار اورکد دو تا توپولوژی پرکاربرد رو در نظر گرفته. یکی توپولوژی فلای بک هست که توی پارت 2 اشاره کردیم و یکی هم توپولوژی فوروارد هست. چون فلای بک کاربردی تره، منظورم اینه که رایج تره، ما توی این آموزش میایم توپولوژی فلای بک رو در نظر میگیریم. بنابراین این فوروارد ها رو کاری نداریم، فوروارد تک سویچ 2 سویچ رو کاری نداریم، این فلای بک رو انتخاب میکنیم.
این DC اینداکتور هم که برای طراحی سلف ها هستن دیگه، بحث ترانس نیست. پس ما فلای بک کانورتور رو به عنوان مثال تا آخر میریم، بقیه قطعات هم مراحلش به همین شکله. خب قبل از اینکه من برم و ترانس یک منبع تغذیه سویچینگ با ساختار یا توپولوژی فلای بک رو طراحی کنم، بگم خدمتون که چه منبع سویچینگی میخوام طراحی کنم. میخوام یه منبع سویچینگ طراحی کنم که ولتاژ ورودیش مثلا 50 ولته، قرار این 50 ولت رو تبدیل کنه به ولتاژ 12 ولت. 12 ولتی که ریپل یا نوسانات خروجیش کمتر از مثلا 100 میلی ولت باشه. جریاندهی خروجی رو در نظر میگیریم نیم آمپر، که حالا یه ریپلی هم برای جریان در نظر میگیریم. من ریپل کمتر از 5 میلی آمپر رو در نظر گرفتم. پس خروجی ما جریانش نیم آمپر و ریپلش کمتر از 5 میلی آمپر. بنابراین خروجی من 12 ولت نیم آمپره که اگر ضرب کنیم میشه 6 وات. یعنی این منبع سویچینگ من یک منبع 6 وات هست تو خروجی. بازدهی که برای این منبع در نظر گرفتیم، منبع تغذیه سویچینگ ما 75%. دیوتی سایکلمون فرض کردیم کمتر از 45% باشه و فرکانس سویچینگمون را هم 40 کیلوهرتز در نظر گرفتیم. فرکانس بالاتر میتونید در نظر بگیرید، ولی فرکانس هرچی کمتر بشه ابعاد ترانس شما بزرگتر میشه و طبیعتاً مدار شما بزرگتر میشه، یه مقدار هزینه ترانستون هم بیشتر خواهد شد. خب با این مشخصات میخوایم بسپاریم به نرم افزار اورکد که برای ما بیاد و ترانس منبع تغذیه سویچینگمون رو طراحی کنه. نکست رو میزنیم. میبینید یه مرحله اینجا اضافه شد، جنرال اینفورمیشن، یعنی اطلاعات عمومی اون حالا ترانسی که میخواید استفاده کنید توی منبع تغذیه‌تون. خب اولا میگه که این ترانس شما چند تا ثانویه داره. من یه دونه ثانویه در نظر میگیرم، یه دونه خروجی 12 ولت میخوام، بنابراین یه دونه ثانویه در نظر میگیرم. برای فلای بک شما میتونید چند تا ثانویه تعریف کنید، ولی برای حالت فوروارد در افزار اورکد یه دونه بیشتر ثانویه در نظر نمیگیره. حالا ما که توپولوژیمون فلای بک میتونیم این رو تغییر بدیم 2 تا 3 تا، ولی من همون یه دونه رو در نظر میگیرم. عایق ترانسمون چی هست؟ عایق همون نوار زرد رنگی بود که دور ترانس پیچیده بود. البته بین هسته‌های اولیه و ثانویه هم باز عایق میپیچن. اینجا شما میتونید انتخاب کنید که چه نوع عایقی رو در نظر بگیرید. مثلا مایلار باشه، نوار کفتون باشه، نایلون باشه، تفلون باشه یا هیچ عایقی نداشته باشه. این خودش پیش‌فرض روی حالت نایلونه که حالا نایلون 700 ضخامت‌های 0.2 نیم و 1 میلیمتر داره. اگر خواستید که حالا یک عایق دیگه ای تعریف کنید غیر از اینها، میتونید از قسمت تولز، دیتا انتری، قسمت اینسولیشن این رو میزنید، یه پنجره براتون باز میکنه. الان روی همون این چیزی که اینجا تنظیمه مایلار 500 میتونید نیو بزنید، خودتون اسم بذارید، اون حالا میزان مقاومتش در برابر یا در واقع میزان عایق بودنش رو اینجا وارد کنید و حالا ضخامتش رو هم اینجا وارد کنید و این رو سیو کنید و بعد استفاده کنید. اگر عایق دیگه غیر از این چیزایی که خود نرم افزار داره خواستید استفاده کنید میتونید اینجا تعریف کنید، ولی روتینش همین چیزایی هست که اینجا لیست شده. خب من میذارمش رو همون نایلون. چگاله جریانش هم که حالا 3 آمپر بر میلیمتر مربع، کاری با این نداریم. بازده این من عرض کردم 75% در نظر میگیرم، میخوام بازده هم 75% باشه. خب میریم مرحله بعدی. مرحله دوم مرحله پارامترهای الکتریکی هست. پارامترهای الکتریکی رو مشخص میکنیم. ولتاژ اولیه چنده؟ 50 ولت گفتیم. قسمت ثانویه، ببینید سیم-پیچ ثانویه رو اسمشو گذاشته S0، سکندری 0 شماره گذاری کرده S0. خب ولتاژش قراره چقدر باشه؟ خروجی 12 ولت. جریانمون قراره چقدر باشه؟ نیم آمپر. خب فرکانس سویچینگمون گفتم چقدر باشه؟ 40 کیلو.
ولتاژ ایزولیشن یعنی اون فاصله بین سیمپیچ اولیه و ثانویه چقدر باشه، که حالا بستگی به اون عایقی داره که استفاده میکنیم. چون عایقمون 1 میلیمتر در نظر گرفتیم، میتونیم هم بذاریم روی همون 1 میلیمتر باشه. فعلا خیلی وارد این ریزه‌کاری ها نمیشه، میخوایم مراحل رو یاد بگیریم. خب ماکسیموم دیوتی سایکلی که گفتیم چقدر بود؟ 45% بود. فرض کردیم که بیشترین دیوتی سایکل سویچینگ ما 45% باشه. نکست رو میزنیم، وارد این صفحه میشیم. این صفحه چیه؟ کور سلکشن، یعنی انتخاب کور شما. کور چی بود؟ اون قسمت فرومغناطیس شما بود که حالا چه شکلی باشه. انواع مختلف داره، ای داره، یو داره، میتونه تروید باشه و الی آخر. خب یه سری تنظیمات اینجا داره که حالا با هم مرور میکنیم. ببینید اون فروشنده هسته شما میتونه مگنتیکس باشه یا فرو ایکس کیوب. اینا دوتا از معروفترین فروشندگان و تولید کنندگان هسته های فرومغناطیس هستن که فکر میکنم اون فرو ایکس کیوب تقریبا تمام هسته ها رو داره و چیزایی که تو بازار هست معمولا تولید این دوتا کمپانیه. حالا اگر شما کمپانی دیگه خواستید اضافه کنید، باز مجددا میتونید این کار رو انجام بدید. یعنی میتونید قسمت تولز، دیتا اینتری، کور دیتیل، وندور یعنی فروشنده، حالا یه فروشنده دیگه نیو اضافه میکنی، اطلاعاتش رو اینجا وارد میکنی. این چیزی که حالا این خودش داشت، ببینید مثلا برای فرو ایکس کیوب ایمیلش رو نوشته، شماره تماس این صحبتش رو نوشته. شما میتونید یه فروشنده دیگه، یک تولید کننده دیگر رو اینجا اضافه کنید. من همین حالت فرو ایکس کیوب رو انتخاب دو مدل هسته هست، ای و یو. با توجه به شکلشون که این چیزی که اول جلسه نشونتون دادم ای بود، پس ای رو انتخاب میکنم. اگر شما اون فروشندهتون مگنتیکس باشه، اینجا تروید هم دارید، یعنی اون حالا ترانس های حلقوی شکلی که تو فصل 2 راجعش صحبت کردیم. من چون فرو ایکس کیوب رو انتخاب کردم، دو مدل بیشتر ندارم، یا هسته ای یا هسته یو. من هسته ای رو انتخاب میکنم. خب این شکل هستتونه. حالا متریال هستتون چی باشه؟ ببینید بسته به درصد آلیاژ هایی که در ساخت هسته استفاده میشه، تنوع بسیار زیادی از مواد هسته وجود داره که حالا با اسامی شناخته شده ای توی بازار هستن. مثلا 3C11، 3CC، 3C34، 3C81. اینا مدل های خیلی معروفی هستن که مشخصاتشون رو خیلی راحت، البته یه سری از مهم‌ها رو اینجا نوشته، ولی مشخصات کامل و اون منحنی‌هایی که توی پارت دوم در رابطه با هسته‌های هیسترزیس و ترانس ها اینا صحبت کردیم، اینا رو از دیتا شیتشون خیلی کامل میتونید استخراج کنید. خب مثلا من هسته 3C81 رو انتخاب میکنم. چرا؟ قبل از اینکه طراحیمون رو ادامه بدیم، بیایم اینجا من یک PDF نشون شما بدم. این PDF رو نگاه کنید. مال چه کمپانیه؟ فرو ایکس کیوب. یک PDF 1108 صفحه‌ایه که تمام اطلاعات مربوط به هسته‌های تولید شده این کمپانی داخل این PDF گنجونده شده. ضمن اینکه یه عالمه اطلاعات اضافی دیگه هم داخلش هست، مثلا توپولوژی فوروارد رو توضیح داده، توپولوژی فلای بک رو گفته، هاف بریج و فول بریج و الی آخر اینها رو کامل توضیح داده و حالا اگر خواستید یه مروری بکنید بد نیست. ولی اون چیزی که برای ما مهمه اینه که اومده انواع هسته ها رو گفته، مشخصاتشون هم گفته. مثلا من صفحه 20 رو اگر برم، ببینید یک قسمتی داره تحت عنوان اپلیکیشن یعنی کاربرد این هسته‌های سافت‌وریتی که اینها تولید کردن و اینا رو اومده دسته‌بندی کرده. مثلا اومده گفته اگر شما میخواید ترانسفورمر هایی که با پالس کار میکنه، مثل همون چیزی که توی سویچینگ ها کار میکنه، یا ترانس های همه منظوره و رایج رو انتخاب کنید، میتونید از بین مدل های 3C81، 3H3، 3E1 و حالا چند مدل گفته، میگه از تو اینا میتونید انتخاب کنید برای این کاربردها. حالا چه ویژگی دارن؟ اینه که اون در واقع نفوذپذیری مغناطیسیشون های بالاه،
هیسترزیس کمی دارن، شکلشون هیسترزیس باریکی داره، اینا رو تو پارت 2 کامل گفتیم و حالا حساسیتشون به DC هم کم هست و حالا توضیحاتی که اینجا داده. دوباره در کنارش اومده گفته اگر ترانس قدرت میخواید طراحی کنید، ترانس قدرت چه ترانس هایی هستن؟ حالا توضیح داده که کجا استفاده میشن. مثلا گفته توی چی؟ توی انتقال توان. گفته میتونید از این مدل ها استفاده کنید، 3C15، 3CC و الی آخر. دوباره کاربردهای بعدی رو اومده اینجا گفته برای تیونینگ توی مخابرات اگه برای تیونینگ و فیلترینگ و اینا میخوای استفاده کنی، این مدل ها رو استفاده کنید، این هسته ها مناسب هستن و همینطور الی آخر. اینها رو همینجوری اومده توضیح داده راجبشون. مثلا گفته که میخوای اینداکتور یا سلف طراحی کنی، چه مدل هایی انتخاب کن و این ادامه پیدا میکنه تا فکر میکنم صفحه حالا C. در صفحه C یک نکته جالبی رو گفته که حالا اون شکل ترانسی که میخواید استفاده کنید بستگی به توان شما داره. اگر توان شما کمتر از 5 وات باشه، نوع هستتون، جنسشو نمیگه، نوع هستتون از این نوع ها باید باشه. اگر بین 5 تا 10 وات از این نوع، اگر بین 10 تا 20 وات از این نوع و الی آخر. و بعد دوباره اومده راجع به اینها صحبت کرده. مثلا 3C81 رو گفته جایی استفاده میشه که فرکانس کار زیر 100 کیلوهرتز باشه. خب ما اینجا گفتیم فرکانس سویچینگ چنده؟ 40 کیلوهرتزه. حالا اطلاعات تکمیلی تری که من دارم میدونم که تا 67 کیلوهرتز رو این 3C81 خیلی خوب جواب میده، چون فرکانس سویچینگ ما هم 40 کیلوهرتزه. پس این 3C81 برای کار ما مناسبه و توان ما هم 6 واته. برای توانهای زیر 10 وات 3C81 ترانس مناسبی هست، میتونید استفاده کنید. و حالا اومده ترانس های دیگه رو هم اینجا مدلاشون رو گفته و کاربردهاشون رو گفته. به هر حال دیتا شیت خیلی کاملیه. باز جلوتر که برید شکل ها رو میگه، شکل هسته ها رو صحبت میکنه و ابعادشون رو میگه و مشخصاتشون میگه و الی آخر. یعنی این کاتالوگی که داشته باشید تقریبا اطلاعات تمام هسته های فرومغناطیسی رو دارید. اینو من حالا روی سایت خودمون آپلود میکنم که این رو هم دانلود کنید. هرچند خودتون هم میتونید تو گوگل سرچ کنید و اطلاعاتش رو داشته باشید. خب برگردیم اینجا. بنابراین من با توجه به اینکه توان منبع تغذیه‌ام تو خروجی 6 واته، 3C81 جواب میده. فرکانس کارم هم کمتر از 100 کیلوهرتز، پس بازم 3C81 جواب میده. این یه مدل خیلی رایجه. حالا شاید اگه براتون سوال پیش میاد که این از کجا اومد، یه مدل خیلی رایجه توی ترانس‌های سویچینگ استفاده میشه. ابعادش رو حالا خدمتتون عرض کنم. فعلا ببینید ابعاد چیزی به ما نگفته. من بهش گفتم ترانسم EE باشه، از کمپانی فرو ایکس کیوب باشه، نوع هستم 3C81 باشه. حالا تو به من هسته ها رو پیشنهاد بده. این پروپوز پارت رو میزنید، این میگه آقا این هسته ها برای کار تو مناسبه. اینا ابعاد هسته هستن، ابعاد هسته ها هستن. مثلا میگه هسته E1366 که حالا ابعادش از این قراره، این برای کار تو مناسبه. یا مثلا E1985 برای کار تو مناسبه، یا تمام این چیزهایی که اینجا گفته. هرچی این عدد بالاتر بره ابعاد هسته هم چی میشه؟ بزرگتر میشه. خب من اینجا مثلا E19 همون E1366 رو انتخاب میکنم، همین اولی رو انتخاب میکنم. میبینید که اینجا شکل ترانس رو کشیده، مثلا گفته از اینجا تا اینجا آ هست و اینجا استفاده کرده تو محاسباتش، یا مثلا اینجا ایه، اینجا فلان، همه این اطلاعات رو نوشته و بعد اینا رو اومده اینجا به عدد گفته. مثلا برای هسته E1366 گفته LXش 3.2 میلیمتره، 3.2 میلیمتر. این LX چیه؟ اینجا نوشته LX میشه F، روی شکل با F، یعنی این زبانه این تیکه هست 3.2 میلیمتر، خیلی کوچیکه، خیلی خیلی ترانس هسته خیلی کوچیک و ظریفیه. با توجه به اینکه منبع تغذیه ما قرار 50 ولت بکنه 12 ولت، یعنی
خیلی تبدیل عجیب غریبی نمیخواد انجام بده و توان خروجیم هم 6 واته. همین ترانس کوچیک هم جواب کار من رو میده. خب من نکس میزنم، میرم مرحله بعدی. خب توی مرحله بعدی میگه بوبینت رو انتخاب کن. بوبین چی بود؟ اون قسمت پلاستیکی بود که سیم‌های ما اولیه ثانویه روی اون بسته میشد و از طریق پایه‌های بوبین ما به سیم پیچ اولیه و ثانویه دسترسی داشتیم و بعد این کور ای، اون هسته فرامغناطیس ای می اومد دو طرف اون بوبین قرار می گرفت. خب فعلا اینجا گفته که بوبین شما چیه؟ نو نیمه، یعنی ما هیچ بوبینی متناسب با این هسته توی حافظمون نداریم. شما میتونی اینجا بیای تولز، دیتا اینتری، کور دیتیلز و قسمت بوبین برای خودت یه بوبین طراحی کنی. انتخاب میکنی مثلا فرو ایکس کیو ای ای پارت نامبر E1366 یه اسم بوبین میزنی، البته قبلش باید نیو رو بزنی، ابعاد بوبینت رو میدی و بوبینت رو طراحی میکنی. فعلا ببینید من اینو طراحی میکنم میرم تا آخر. اگر آخر نرم افزار به من اوکی داد، یعنی اینکه همه چیز خوب بوده، سیم پیچ اولیه درست طراحی شده، سیم پیچ ثانویه درست طراحی شده، ابعاد بوبین درست طراحی شده، ابعاد کور یا هسته درست طراحی شده، نوعش درست انتخاب شده، مادهش درست انتخاب. اگر آخر اوکی داد همه چیز خوبه. اما اگر رفتیم آخر خطا داد، دوباره باید برگردیم این طراحی ها رو اصلاح کنیم. فعلا چون من نمیدونم هستم رو درست طراحی کردم یا نه، خیلی وارد جزئیات بوبین نمیشم، میذارم با همین نو نیم بریم تا آخر. اگر اوکی شد بعد برمیگردم بوبین رو اصلاح میکنم. خب همونطور که میبینید حالا طبق این طراحی‌هایی هم که ما کردیم میگه سیم پیچ اولیه 27، سیم پیچ ثانویه 22. خب نوع سیمی که استفاده میشه برای این ترانس هم میتونید اینجا مشخص کنید. سینگل همین سیم های معمولی هستن که توی بازار خیلی استفاده میشن، سیم لاکی های خودمونه. لیتس سیمایی هستن چند رشته‌ای بافته شده، اگر توی اینترنت سرچ کنید سیم های لیتس رو میبینید. اینا هم خیلی تو ترانس های سویچینگ استفاده میشه. حالا من تو ایران خیلی ندیدم ولی کشورهای خارجی از اینا استفاده میکنن. بنابراین شما اگر ترانس سویچینگ وارداتی داشته باشید ممکنه سیم پیچش از نوع لیتس باشه. یه مقداری حالا اون تلفات مغناطیسی رو کمتر میکنه، توانش بیشتر میشه و الی آخر مزایایی داره. فویل هم که به جای سیم از ورق مسی استفاده میشه برای ترانس های توان بالا. و خلاصه نوع سیمتون هم میتونه AWG یا سینگل WG باشه. این رو هم باز توی اینترنت سرچ کنید میتونید تفاوت این دو نوع سیم رو ببینید، اونایی که عایق دارن و اونایی که حالا عایقشون متفاوته یا عایق کلی دارن روی چند رشته سیم. اینا رو سرچ کنید توی اینترنت، شکل سیم رو ببینید، خیلی بهتر از اینکه من بخوام براتون توضیح بدم. خب با این فرض نکست رو میزنیم، یعنی بوبین رو ما گذاشتیم همین چیزی که خود نرم افزار گذاشته بود. نکست رو میزنیم، میایم این آخر و تموم میشه طراحی ما و میبینید که چی به من داد؟ ارور داد. ببینید دیزاین استاتیوس یا وضعیت طراحیمون اروره، یعنی خطا. این پایین هم نوشته چی خطایی که داده این پایین؟ گفته که سیم پیچ ثانویه جا نمیشه. سیم پیچ ثانویه روی این هسته و بوبینی که ما تنظیم کردیم جا نمیشه. پس برمیگردیم میایم تو قسمت 4. میام یه مقداری مادم رو تغییر میدم. مثلا حالا مادم رو فعلا تغییر ندم، اجازه مادم رو تغییر ندم، ابعاد ترانسم رو تغییر بدم. مثلا به جای اینکه 1366 باشه بذارمش 1989. این یکم بزرگتره. از هرچی گفتم هرچی این عدد بیشتر باشه ابعاد ترانس بزرگتر میشه. 89 میگه که آقا تمام اون محاسبات باید برگردیم عقب و دوباره همه رو درست کنیم. میگم باشه مشکل نداره. ببینید این مراحل پاک میشه. نکست رو میزنم. خب کاری ندارم فعلا. یه بوبینی من قبلا اینجا طراحی کردم به اسم BB01 ولی حالا فرض بگیرید همون نو نیم باشه. نکست رو میزنم تا آخر میرم. بله این موفق، این طراحی موفق بود. حالا مشکل طراحی چیه؟ ببینید تعداد دورهاست. گفته اولیه عذرخواهی میکنه، آره دیگه، اولیه 6 دور، ثانویه 2 دور.
خب این اصلا منطقی نیست. شما یه ترانسی طراحی میکنید سیم پیچ اولیه‌اش 6 دور باشه، ثانیه‌اش 2 دور، در حالت عملی غیر واقعیه. پس برمیگردم اینجا نوع هستم رو عوض میکنم، مثلا 3C، حالا ببینم چی انتخاب کردم، 3C 90 انتخاب میکنم. باز دوباره میگه تمام محاسبات باید دوباره انجام بشه، میگه مشکلی نداره، میگه قطعه رو به ما معرفی کن، دوباره همون E1989 رو میرم، نکست رو میزنم و طراحی دوباره موفقه و حالا منطقی. ببینید میگه تعداد، الان طراحی تمام شد، میگه تعداد دور اولیه من 37 دور سیمه که اگر دقت کنید نوشته تعداد لایه ها 2 تا، یعنی با توجه به اون سیمی که من اونجا انتخاب کردم 2 بار باید بپیچم روی اولیه و تعداد دورش میشه 37 دور. ثانویه هم 11 دوره. با توجه به اینکه هسته ما هسته خیلی کوچیکه، این اعداد خیلی معقولی هست. پس 11 دورم تو ثانویه دارم. حالا اگر شما بیای ابعاد ترانست رو بزرگتر کنی، ممکنه این تعداد دورات هم بیشتر بشه دیگه، چون ابعاد بیشتر میشه تعداد دور باید متناسب با ابعاد بیشتر بشه. پس الان طراحی من تمام شد و موفقیت آمیز بود. میتونید حالا برگردید تو قسمت بوبین و یک بوبین اینجا طراحی کنید، مثلا تولز، دیتا اینتری، کور دیتیل، بوبین. میخوام یه بوبین جدید طراحی کنم، نیو رو میزنم، فرو ایکس کیوب از نوع ای پارت نامبرم هم ای، اگر اشتباه نکنم 1989 بود. حالا اسمشو چی بذارم؟ یه بریم توی همین دیتا شیتی که اینجا داریم، ببینید این مربوط به چیه؟ ای 1989. ای 1989 ابعادش رو مال همون فرو ایکس کیوبه بچه‌ها. توی این دیتا شیت هم هست، اگر حالا اشتباه نکنم صفحه، ببینم چند بود، صفحه 228 رو میارم. ببینید این میگه بوبین E1989 مشخصاتش اینه. میتونید حالا مشخصاتش رو چیکار کنید؟ وارد کنید و به حالا اسمی که اینجا هست سیوش کنید. مثلا این اسمش رو گذاشته چی؟ فایل نامبر E411938. پس من اسمش رو میذارم E411938، همین بود دیگه. E41 938 دیگه، یه عدد یک اضافه نوشته، E41938. خب اسم این بوبین رو من میذارم E41938. میتونید بیاید از اینجا از روی دیتا شیت اعداد رو وارد کنید. میتونید هم بیاید توی مرحله 4، اجازه بدید من اینو کلوز کنم، توی مرحله 4 ابعاد هسته‌ای که انتخاب کردید رو ببینید. ببینید ویندوز هیتش 11 و 38، ویندو ویتسش 4-79 و LXش 475، LYش هم 8 و 71. با توجه به اینها بیاید ابعاد بوبین رو بدید. چون بوبین قراره بره تو دل ای، اینا یه سری فرمول خیلی واضح داره. مثلا ارتفاع بوبین میشه ارتفاع همین ترانسی که به شما داده 11 و 38 منهای 2 برابر ضخامت بوبین. بنابراین اگر من ضخامت بوبینم رو فرض کنم یه چیز پلاستیکیه با ضخامت 1 میلیمتر، 2 میلیمتر از این 11 و 38 کم میشه و اون طرف هم ویتسش میشه 4، میشه ویتس بوبین میشه ویتس کور شما منهای یه دونه ضخامت در واقع بوبین شما، چون یه طرف بوبین رو در نظر میگیره. و LX و LY هم به همین شکل باید ضخامت بوبین بهش اضافه بشه. با توجه به اینها شما میتونید این اعداد رو اضافه کنید. پس من بیام اینجا تو بوبین و بنویسم تولز و بوبین از نوع EE E1989 ببخشید نیو بزنم، اسمش رو قرار بود بذاریم چی؟ E41938. E41938. ویندو ویتسش گفتم اون 11 و 3 منهای 2 میلیمتر میشه 9 و 38. هم دقیقا همین اعدادی که من اینجا قبلا وارد کردم.
ارتفاعش میشد اونجا 4.79 بود، با فرض اینکه بوبین من ضخامتش 1 میلیمتره، یکی از این کم میشه، این میشه 3.79. اونجا LX بود 4.75، باید 2 تا ضخامت بوبین رو اضافه کنی برای LX بوبین، پس 4.75 به اضافه 2 میلیمتر میشه 6.75. و برای الوای بوبین هم که اونجا بود 8.71، 2 تا اضافه میکنیم میشه 10.71. این با فرض اینه که ضخامت و گوشت بوبین ما یک پلاستیک پلیامید 1 میلیمتره. حالا طبق این کاتالوگی که اینجا گفته بود، گفته جنسش پلیامیده. خب الان اینجا هم اگر دقت کنید این LX و LY ما از این عددا خیلی چیز نداره، فاصله نداره. خب این رو سیو میکنم، میگه که سیو شد، کلوز میکنم. حالا اینجا شما میتونید چیکار کنید؟ بریم قسمت بوبین ببینیم که اضافه شد یا نه. بله E41 938 میگه که اینو میخوایم، میگیم بله اینو میخوام، next successful و تعداد دوره و همه چیز همونه. خب تمام شد. الان من ترانسمو طراحی کردم. ببینید مشخصات الکتریکیش، ورودیش 50 ولت، خروجیش 12 ولت، توانش 6 وات، فرکانس 40 کیلوهرتز، بازده 75 درصد، دیوتی سایکل ماکسیموم 45 درصد. حالا برای ترانس فلای بک، نوع هسته از کمپانی فرو ایکس کیوب، شکل E1989 از نوع EE، متریال 3C90 و بوبینش هم که همون E41 938 هم چیزی که خودمون طراحی کردیم. حالا گپش، اون گپی که میفته فلای بک، چون تو ثانویه سلف نداره، نیاز داره که یک فاصله هوایی توی هسته درست بشه که اون مسائل سلف ثانویه رو جبران کنه. خب اون ایزولیشن ولتاژ اون 1 میلیمتر رو الی آخر گفته که متریالی هم که برای عایق سازی استفاده میشه از نوع نایلونه، نوع سیممون هم که AWG و الی آخر. اینا چیزایی بود که خودمون براش مشخص کردیم. حالا پارامترهای خروجی، اولیه، ثانویه، حالا پیک جریان رو داره میگه، تو اولیه ثانویه RMS جریان رو داره میگه، تو اولیه ثانویه تعداد دور اولیه، تعداد دور ثانویه، و حالا ایندوکتانس رو داره میگه توی اولیه. اینا خیلی حالا اطلاعات توی محاسبات شبیه سازی مهمه که خود نرم افزار اینا رو برای ما ذخیره میکنه، پس نمیخوایم اینا رو حفظ کنیم. ما میخوایم یه هسته بسازیم، نوع هسته رو داریم، ابعادش رو داریم، تعداد دورش رو داریم، نوع سیم رو داریم، هسته رو میسازیم و توی ترانسمون استفاده میکنیم. خب ببینید این رو من سیوش میکنم به اسم فلای بک، به اسم فلای بک سیوش میکنم. خب علاوه بر این محاسباتی که برای من انجام داد و هسته رو طراحی کرد، هسته ترانس رو، ببخشید خود ترانس رو طراحی کرد، برای من یه مدل پی اسپایس هم میسازه. چرا؟ که من بتونم از این چیزی که طراحی کردم توی شبیه سازیام استفاده کنم. پس از این بابته که میگم نرم افزار رو کرد، یکی از قوی ترین و کامل ترین نرم افزارها برای طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیکیه. چون خودتون الان طراحی کردید، حالا از همین طراحیتون میتونید استفاده کنید و برید توی مدار سویچینگتون استفاده کنید. خب سیو کردیم دیگه، با قسمت مگنتیک پارت ادیتور کاری نداریم، این رو میبندم دیگه. با این دیتا شیت ها هم کاری ندارم، دیتا شیت ها رو هم میبندیم. حالا براتون میذارم روی سایت که بتونید دانلود کنید. بریم سراغ پی اسپایس مدل ادیتور که این مدلی که برای ما ساخت رو تبدیل کنیم به کتابخونه و ازش استفاده کنیم. دان میزنیم، فایل اوپن، اینها این فلای بکی بود که ساختیم، اینو باز میکنیم. ببینید این کدایی هست که برای ما اینجا چی کار کرده، ایجادشون کرده. خب فعلا اینا رو ببندیم، بریم تو قسمت مدل ایمپورت ویزارد و این فلای بک رو انتخاب کنیم، لایبرریش رو که برای من فایل OLB رو بسازه، اون فایلی که میتونم به عنوان کتابخونه استفاده کنم. نکست میزنیم، اوکی برام میسازه. ببینید
شکلی برای ترانس من در نظر نگرفته. من اگه اینو نکس بزنم طبق آموزش‌هایی که قبلا داشتیم الان برای من یه مستطیل میاره، یه مستطیل که 4 تا پایه داره. من میخوام شکل ترانس برام بیاره، بنابراین روی این اسوسییت سیمبل میزنم و از کتابخونه ببینید آنالوگ میسک، آنالوگ MISC.OLB آدرسش هم اینجا هست. کدنس میره تو پوشه SPB22 ورژنتون، حالا قسمت تولز، کپچر لایبرری، پی اسپایس و این کتابخونه رو فراخوانی میکنی. یکیش XFRM نان لینیره، یعنی همون ترانس نان لینیر یا غیر خطی. من میگم ترانس من رو با این شکل نشون بده. نکست میزنم، میگه خیلی خوب وی این یا ورود پایه شماره 1 ورودی ترانس تو کدوم یکی از این پایه ها میشه؟ میگم پایه 1. میگه پایه شماره 2 ورودیت کدوم میشه؟ میگم 2. میگه پایه 1 خروجیت کدوم میشه؟ میگم پایه 3 این ترانس و وی اوتت که میشه پایه 4. میگم این رو سیو کن و الان این ترانس فلای بک من این شکلی نشون داده میشه به جای اینکه مربع نشون داده بشه. اما یه دونه فلای بک دیفالت دارم که اینو بهش شکل نمیدم. حالا ببینیم چه پیامی میده. فینیش میزنیم. اینا ببینید خودش میگه آقا میخوای برای اون دیفالت، برای این فلای بک دیفالت از همون مستطیل استفاده کنم؟ میگم آره، چون کاری باش ندارم. یس. اوکی. تموم شد. هیچ وارنینگ و اروری هم ندارم. اوکی. من مدلم رو هم ساختم. خب بریم و نرم افزار اورکد کدنس رو، کپچر رو باز کنیم و از این ترانسی که طراحی کردیم توی شبیه سازی یه دونه منبع تغذیه سویچینگ استفاده کنیم. ببینیم که میتونیم 50 ولت رو تبدیل کنیم به 12 ولت نیم آمپر یا نه. خب این حالا ممکنه یه مقدار طول بکشه چون اینترنت من وصل بود. اینترنت هم قطع میکنم یه کمی سریعتر به نتیجه برسیم. پس چه کار کردیم؟ یه مرور کنیم. ما اول اومدیم از قسمت مگنتیک پارت ادیتور مگنتیک پارت ادیتوری ترانس سویچینگ طراحی کردیم با توجه به مشخصاتی که در نظر گرفته بودیم. نهایتاً اون ترانس رو برای ما طراحی کرد. برای حالا مثلا توپولوژی فلای بک رو ما رفتیم. ضمن اینکه اومد برامون یه مدل پی اسپایس هم درست کرد که بتونیم توی شبیه سازی ازش استفاده کنیم. حالا در ادامه میخوایم از اون مدلمون استفاده کنیم. خب یه پروژه جدید توی همون پوشه مگنتیک پارت ادیتور به اسم مثلا اگزمپل 201. اوکی. میخوام یه مدار منبع تغذیه سویچینگ رو بکشم. البته چون نمیخوام از تراشه خاصی استفاده کنم، به جای اون قسمت ماسفتش که سویچ میکنه و کارهای پی دبلیو انجام میده، خودم یا از یه سری بلوک های آماده استفاده میکنم. خب بریم و پی رو بزنیم. خب کتابخونه‌مون خالیه. میریم توی لایبرری قسمت پی اسپایس، کنترل آ میکنیم، اوپن میکنیم، کتابخونه ها اضافه بشه. یه مقداری سرعت سیستم کمه. خب من یه ولتاژ دیسی ورودی دارم طبیعتاً که اینو اینجا میذارم. دکمه آی رو میزنم، یکم زوم کنیم، جی رو میزنیم، یه دونه زمین اینجا قرار میدم. این همون ورودی 50 ولت من هست، ورودی 50 ولت دیسی من هست تو طراحی. قطعه بعدی که باید بیارم، باید اون ترانس هم رو بیارم. خب ببینیم که ترانس هم رو چجوری میتونم اد کنم. میتونیم بریم اینجا توی لایبرری ادش کنیم یا اینجا هم ببینیم میتونیم ادش کنیم یا نه. بریم توی دیس پی سی، درایو ای، اورکد، پروژکت، مگنتیک پارت ادیتور، بله، و فلای بک بود. اینم انتخاب میکنم.
این کتابخونه میاد، فلای بک رو انتخاب میکنم و این هم همون ترانسی است که من طراحی کردم. یا میذارم اینجا، W رو میزنم، این سیم پیچ اولیه. خب که حالا این قسمت فلای بکش میاد برای سویچینگ ما. من دوباره اینجا کنترل آ بزنم، اس بزنیم، یک کلید اینجا میذارم که این کار همون ماسفت سویچینگ رو انجام میده که توی تراشه های به کار رفته در طراحی مدارات سویچینگ قرار داره اون ماسفته. من چون میخوام درگیر اون تراشه ها و مدل ها و اینها نشم، مستقیما یه دونه کلید میارم میذارم اینجا. اینم که مثلا حالا یه مدار اسنابری هم باید براش بذاریم. معمولا اینجا یه دونه مدار اسنابر داریم، پس یه دونه مقاومت اینجا قرار میدم. یه مقداری اینو بیاریم پایین تر و یه دونه هم خازن. خب خازن اسنابری که در نظر میگیریم فکر میکنم 100 نانو کافی باشه. بله، این هم 4 و 7 هم میذارم، 4 و 7 هم، 4 آر 7، 4 و 7 هم مقاومتی که برای اسنابر گذاشتم. و حالا یه دونه گرانت هم اینجا اضافه میکنیم با W. این طرف هم منفی، این ور به زمین وصل میشه. خب اسکیپ رو میزنم، میگم که توی تا نیم ولت آف باشه و 5 ولت رو آن در نظر بگیریم، چون الان میخوام یک پالس بهش بدم و این سویچ آن و آف بشه. بریم توی کتابخونه سورس. کتابخونه سورس و ولتاژ. حالا یه ولتاژ پالس انتخاب میکنم که بیارمش پایین تر. خب این همون PWM هست که باز دوباره اون تراشه های سویچینگ تولید میکنه اونا رو، ولی من برای اینکه درگیر نشم میام یه پالس اینجا میذارم. خب V1 هم باشه 0، V2 باشه 10 ولت، تی دی رو گذاشتم 0 دیلیش رو، تی رایز رو گذاشتم 100 نانو، تی فال رو هم گذاشتم 100 نانو که خیلی سریع انجام بشه، پی دبلیو 3 میکرو و این هم 20 میکرو. این از PWM ما که فرمان میده به این کلید و این آن آف میکنه و این سویچ میشه. خب حالا بریم توی ثانویه ترانسم. توی ثانویه منابع تغذیه سویچینگ یه دونه دیود فست داریم. من از نوع MUR470 استفاده میکنم در این جهت و یه فیلتر RC داریم. خب یه دونه خازن، حالا میتونیم الکترولیتی بذارید، میتونید ساده بذارید، فرق نمیکنه اینجا. این هم که آر من هست. خب این مقاومت رو بذاریم مثلا یک مصرف کننده حالا 25 ohmi 25 آر، یا حالا مثلا 50 ohmi، مصرف کننده 50 ohmi باشه. خازنمون رو هم 100 میکرو میذاریم برای اینکه به مشکل برنخوریم. طبق اون نکاتی که توی جلسات اول دوم توضیح دادم، ترانس باید یه زمینی داشته باشه ثانویه‌اش، ولی چون اینجا ما دو نوع زمین نداریم که اولی ثانویه ایزوله بشه، یه مقاومت خیلی بزرگ هم اینجا میذاریم، مثلا یه مقاومت 1 گیگ
و این رو به زمین وصل میکنیم. عملا با این کار ما در واقع اینجا زمینی نداریم، ولی خب برای شبیه سازی مشکل حل میشه. خب اینو سیوش کنیم، امیدواریم که مشکلی نداشته باشه مدارمون. بریم توی PSPice نیو سیمولیشن، اسمش بود اگزمپل 201، کرییت میکنیم. خب تایم دومین باشه. ببینید دور تمام ما 20 میکروه، مثلا من میگم تا 200 میکروثانیه ببینیم همه چیز رو. و توی قسمت لایبرری هم من الان یه دونه لایبرری باید اضافه کنم، همون لایبرری ترانسی که استفاده کردم، مگنتیک پارت ادیتور، و این فلای بک لایبرری رو میخوام چه کار کنم؟ اضافه کنم به صورت حالا اد تو دیزاین، نمیخوام گلوبال باشه. این رو هم اپلای میکنم و اوکی میکنم. حالا امیدواریم که دیگه مشکلی هم پیش نیاد. خب یه پلی میکنیم. خب مشکلی پیش نیامد، خروجی رو داریم. یه پراب ولتاژ میذارم برای PWMی که اینجا داریم. در واقع بد نیست که حالا خروجی رو هم همزمان ببینیم. فعلا ببینیم که چی داریم. خب این که PWM ورودیه، اما در خروجی گویا چیزی ما نداریم. من اینو صفرش کنم ببینیم که چه خبره. اینجا ما خروجی نداریم. ببینیم که مشکل از کجاست. این رو بیایم بذاریم اینجا ببینیم که فرمانی داده میشه به این یا نه. خب این 50 باید بیاد سویچ بشه. ما edit PSPice مدل بزنیم ببینیم مشکل از کجاست. بله نه مشکلی نداره، ما مشخصات ترانسمون رو داریم. اینجا توی لایبرری اد فایل بزنیم، این فلای بک OLB رو اضافه کنیم. خب این ترانسمون رو هم که میشناسه، یعنی از این بابت مشکلی نداریم. ما ببینیم که مشکل چیه. وی آف نیم ولت، وی آن 5 ولت، و حالا دوباره پلی کنیم. آها باز دوباره ما خروجی نداریم. ببینیم کجا رو اشتباه کردیم. اینکه ورودی 50 ولت ما هست. این هم که سویچ ما هست از 50 ولت. یه مقداری تایم رو بیشتر کنیم ببینیم که با افزایش زمان چی میشه، مثلا تا 1 میلی ثانیه. خب ما کماکان خروجی نداریم.
ترانسمون هم که وصله. خب بیام ببینیم که شاید این قطعه خب اینجا هم مشکلی نداره. دوباره پلی کنیم ببینیم مشکل چیه. خب یکم به مدار که نگاه کردم متوجه شدم که این قسمت مدار اسنابر رو اشتباها به خروجی کلید وصل کردم. اینو پاک میکنم، W رو میزنم، اسنابر باید اینجا وصل باشه و این کلید باید زمین بشه. خب حالا یه بار دیگه پلی کنیم ببینیم. بله خب الان کار کرد. چون جهت دیود فست من این سمتی هست، حالا این طرف رو میتونم به عنوان خروجی ببینم. بیام یک کمی تایمم رو هم بیشتر کنم، به جای 1 میلی ثانیه مثلا بشه 10 میلی ثانیه و این رو پلی کنیم. خب این رو پاک کنیم و آها بیایم اینو همین بالا قرار بدیم. این ولتاژ خروجی من منتها منفیه. من حالا یه لیبل اینجا میذارم که کارمون راحت بشه. N اسمشو میذارم out 1، اینجا هم خب باشه out 2 و به جای این قضیه بگم که بیا خب چون تازه اضافه کردم یه دور دیگه باید شبیه سازی رو ران کنم. بله بگم بیا و وی out 1 رو منهای وی out 2 به من نشون بده. خب ببینیم دوباره منفیه، پس یعنی دوتا کلیک میکنیم روش، یه منفی میذاریم پشتش و اوکی. خب الان خوب شد. ببینید چیزی که اینجا من میبینم اینکه سویچینگ منه، این هم ولتاژ خروجی منه که یه مقداری اگر زوم کنیم روش میبینیم چقدره، نزدیک 10.6 ولت. قرار بود خروجی ما 12 ولت باشه. خب علتش چیه؟ علتش اینه که اگر دقت کنید به این پالسای من، اینجا پالسا رو اگر نگاه کنید، پالسا 3 میکرو آن هستند. کمی بیشتر زوم کنیم، دوست دوره رو ببینیم.
ببینید 3 میکرو آنه و بقیه 20 میکرو آفه. من گفتم که نهایتا تا 45% دیوتی سایکل هم باشه. حالا مثلا من میکنمش 25%. این به جای اینکه 3 میکرو باشه میکنمش مثلا حالا 5 میکرو. ببینیم ولتاژ خروجیم چقدر میشه دوباره. خب تریس اتریس دوباره یا پرفورمنس آنالایزر کنسل. خب مشکل نداره، از همینجا میاریمش. وی اوت یک بذارید بنویسیم وی اوت 2 منهای وی اوت 1. اینم خروجی مونه. خب حالا این دفعه نگاه کنیم ببینیم چقدر شد. دیوتی سایکل رو تغییر دادیم. ببینید یه مقدار از 12 ولت بیشتر شد. پس میتونید دوباره دیوتی سایکل رو کم کنید. این کاریه که اون تراشه سویچینگ انجام میده. مثلا حالا من به جای 5 میکرو میکنمش 4 میکرو. 4 میکرو و پلی میکنم. خب بریم و اتریس کنیم. وی اوت 2 منهای وی اوت 1 و الان خروجی شد 11. خب کم شد. خب دیوتی سایکل رو ست میکنیم روی همون مثلا 5 خوبه، همون 5 میکرو میذاریم. که ولتاژ خروجیمون حدود همون 12 ولت بشه. من اینو کلا دیلیتش کنم. پلات وی اوت 2 منهای وی اوت 1. این خروجی من که حالا حدود 12 ولت هست. یه مقداری زوم میکنم روش. این قسمت بازم بیشتر زوم کنیم. این خروجی منه. یه دونه اد پلات میکنم. اینجا جریان خروجی رو هم ببینیم. اسم مقاومتمون چی بود؟ R2. اد تریس این دفعه کارنت رو ببینیم. آیه R2. این هم که جریان مقاومت منه که خب حالا یه مقداری اگر مقاومتمو کمتر کنم که بیشترین جریان رو از منبع تغذیه‌ام بکشم، ببینیم اوضاع به چه شکل میشه. خب دوباره این دیلیت کنیم. وی اوت 2 منهای وی اوت 1. این خروجی من. پلات یه پلات اضافه کنیم. توی این پلات کارنت جریان آی R2. اینم جریان من که می‌بینید تقریبا از 400 بالاتره. حالا یه مقدار زوم میکنم. کمی این رو بیاریم پایین تر. خب ببینید که جریان من حدوداً چقدره؟ 425 میلی آمپره. حالا باید دوباره دیوتی سایکل رو ست کنم. دیوتی سایکلم رو ست کنم که ولتاژم از این حد 10 ولت بره بالاتر. اینقدر این کار رو انجام میدیم تا به همون 12 ولت و اون عدد مد نظرمون برسیم. مثلا حالا بذاریمش 6 میکرو. البته من اینجا یک مقاومت هم باید برای این بذارم که یه مقداری قضیه واقعی تر باشه. اجازه بدید
یه مقاومت هم اینجا اضافه کنیم، یه مقاومت 100 اوم. حالا پلی کنیم. و این وی آفمون رو هم بذاریم 0 ولت. فعلا حالت ایدئال رو در نظر بگیریم. پلی کنیم. داریم اینو دیلیتش میکنیم. پلات تریس اتریس و ولتاژ وی اوت 2 منهای وی اوت 1 خروجیمون هست که حالا اگر اینو بیاریم اینجا به جای اینکه زوم کنیم ببینیم حدودا چقدره. 10.5. پس باید باز دیوتی سایکلمون رو بیشتر کنیم. مثلا بذاریمش روی 7 میکرو. خب الان شد 12.5 ولت. تقریبا همون 12 ولت مد نظر ماست. ببینیم که جریانمون چقدر شده. یه اد پلات بزنیم و اتریس کنیم ببینیم که این دفعه جریان بار ما چقدر. جریانمون هم اگر یه مقداری زوم کنیم ببینید که نزدیک چقدره؟ نزدیک همون 500 میلی آمپری بود که حالا مد نظر ما بود. پس با تنظیم دیوتی سایکل میتونیم به اون چیزی که میخواستیم برسیم. خب یه مقداری این اشتباهی وصل کردن سیم اسنابر ما رو اذیت کرد، ولی صرف نظر از اون قضیه من الان یک منبع سویچینگ فلای بک دارم که اومدم از همون ترانسی که طراحی کردم استفاده کردم. با تنظیم دیوتی سایکل هم که حالا کمتر از 45% هم بود رسیدم به همون تقریبا خروجی 12 ولت نیم آمپری که مد نظرم بود. اینم از قسمت مگنتیک پارت ادیتور نرم افزار اورکد. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. تا جلسه آینده